برای برآوردن پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان نظام توجه بچه در این جشن با شکوه تاریخی 32مین سالگرد استقلال دولتی و تجلیل از 30 سالگی تأسیس یابی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان با امر فرماندهی پرد و تحت ساز و نوای ارکستر حربی نفتی نخست به میدان برگزاری چهارمینی پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان وارد کرده شد. هنوز از دوره‌های باستانی مردم تاجیک با پرچم همچون رمزی دولتداری و وطنداری، ننگ و ناموس، افتخار و شرف، شجاعت و مردانگی، وطن دوستی و وطن پرستی و چون مقدسات ملی ارج گذاری نموده آن را لیوا، درفش، بیرق و پرچم نام برند. اگرچه تاجیکستان و ارتش ملی آن بسیار جوانند، لیک عنعنه‌های دولتداری و سپاهداری مردم تاجیک تاریخ چندین هزار ساله را دارد. روح شکست ناپذیر ملی در مسیر تاریخ نیاگان امروزهای ما را همیشه همراه است. آیین پرچمداری ما تاجیکان از درفش کاویانی تا پرچم امروزه دولت صاحب استقلالمان طول هزار ساله ها امکان فراهم آورد که ملت سربلندمان تحت این رمز وطنداری میراث غنی نیاگان و همه ارزش‌های باستانی ملی خود را حفظ نماید. پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان در قوه‌های مسلح مقامی خاص دارد. آغاز تمام چهاربینی‌های سیاسی و فرهنگی سطح جمهوریوی و هم در ارتش ملی چون آیین دائمی نظامیان با وارد نمودن پرچم دولتی و گذرانیدن آن از نزد هیئت شخصی جزء تنها شروع می‌گردد. امروز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان را افسران و سربازان راتع قربول فخری چون رمز مقدس از نزد اشتراکچیان فرد حربی گذرانیده آن را در صف پیش دسته ها قرار می‌دهند.
برات نظام توجه مبین. محترم اساتذه صلح وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، سرفرمانده عالی قوای مسلح، هیئت شخصی قوای مسلح، ساختارهای قدرتی و مقامات حفظ حقوق برای گذشت پرهد غربی به مناسبت جشن استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و 30 سالگی تأسیس قوای مسلح صف آراستند. وزیر مدافع جمهوری تاجیکستان ژنرال پلکان شرالی میرزا. سلام رفیقان. شما را به مناسبت جشن استقلال دولتی و 30 سالگرد تأسیس یابی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان تبریک می‌نمایم. آزاد. محترم ژنرال ها و افسران و سربازان، حاضرین گرامی، این لحظه ها تمام مردم شریف تاجیک در عرفه جشن مقدس و بزرگ ملی 32 سالگی استقلال و آزادی تاجیکستان محبوبمان که در تاریخ نوین کشورمان صحنه مهمترین و سرنوشت ساز می باشد قرار دارد. استقلال برای ما عزیزترین نعمت و بزرگترین دستاورد می باشد که تاجیکان بعد 1000 سال بی‌دولتی با آن میسر گردیدند. ما امروز همچنین یکی از صحنه‌های تاریخی 30 سالگی تأسیس یابی قوه‌های مسلح تاجیکستان صاحب استقلال را که یکی از رکن‌های اساسی دولتداری ملی امان باشد با تنتنه و با شکرانه از دولت صاحب اختیارمان تجلیل می‌نماییم. به افتخار این دو جشن بزرگ تمام مردم شریف تاجیکستان، هیئت شخصی قوه‌های مسلح، دیگر ساختارهای نظامی، کارمندان مقامات حفظ حقوق و هر یک شما افسران و سربازان دلاور وطن را که حالا در این میدان صف آراستید صمیمانه تبریک و شادباش میگویم. رسمی گذشت خدمتچیان حربی قوای مسلح و هیئت شخصی مقامات حفظ حقوق اولین چاره‌بینی می باشد که با اشتراک حامیان وطن در میدان استقلال پایتخت مملکت برگزار می گردد. تاجیکستان عزیز ما هنوز در نخستین روزهای رسیدن به آرمان 1000 ساله مردم یعنی استقلال و آزادی بر اثر فتنه و دسیسه خائنان و بدخواهان داخلی و خارجی به ضربه دهشتبار و بسیار سخت و سنگین تاریخ جنگ تحمیلی شهروندی روبرو گردید. ولی مردم کشور ما به شرافت خیرت ازلی خود و با عزم و اراده قوی از آن امتحان فاجعه بار گذشتند و به اهل بشر نشان دادند که می توانند تحت پرچم استقلال سرجم گردیده دولت خود را صاحبی نمایند، وطن خویش را از هر گونه مشکلات و آزمایش رهایی بخشند و آن را آباد و پیشرفته گردانند. در چنین دوره نهایت حساس و پرآشوب و تطبیق ساز تاریخ ملت، یعنی در راه برقرارسازی ساخت کهنسانی، تامین نمودن صلح و آرامی و ثبات سیاسی در کشور صاحب استقلالمان، فرزندان صادق وطن، خدمتچیان حربی قوه‌های مسلح و کارمندان مقامات حفظ حقوق خدمت برجسته انجام دادند و صداقت خود را به ملت و دولت به اثبات رسانیدند.
در این لحظه های اداره میخواهم ابراز نمایم که در کشورمان صلح و آرامی، ثبات سیاسی و امنیت و آسایش به شرافت متانت و جسارت و فداکاری و جانبازی های خدمتچیان حربی قوه های مسلح و کارمندان حفظ حقوق تامین کرده شد و ما به چنین روزهای نیک رسیدیم. بنابراین با استفاده از فرصت و هر یک سرباز و افسر قوه های مسلح و همه سابقه داران محترم جزو تامهای نظامی و مقامات حفظ حقوق سپاس و منتداری صمیمی بیان می نمایم. مردم سپاسگزار تاجیکستان و حکومت مملکت از خدمت وطن دوستانه نظامیان کشور و دلیری و جسارت آنها به خاطر اجرای رسالت مقدس حفظ ثبات و آرامی، امنیت جامعه و دولت، حمایه مرز و بوم دولت صاحب استقلال خود افتخار میکنند و نام نیک جوانمردانی را که جان خود را در این راه فدا کردند همیشه گرامی می‌دارند. در برابر این مردم و دولت تاجیکستان در سیمای خدمتچیان حربی قوای مسلح، دیگر ساختارهای نظامی و کارمندان مقامات حفظ حقوق، حمایتگران آرامی، ثبات، امنیت، منفعت‌های ملی و دولتی، ولایت قانون و تأمین حقوق هر یک شهروندی مملکت را می‌بینند. اعتماد دولت و امید مردم خدمتچیان حربی تمام جزو تامها و کارمندان مقامات حفظ حقوق را وظیفه‌دار می‌سازد که در نوبت اول نمونه رعایت قانونیت و ترتیبات و انتظام حربی باشند، سطح کسبیت و آمادگی جنگی خود را منتظم بلند بردارند. دولت و حکومت مملکت از آغاز زمان صاحب استقلالی تا امروز با استفاده از تمام ذخیره و امکانیت‌ها و با در نظر داشت وضع مرکب و حساس منطقه و جهان معاصر همه تدبیرها را جهت بلند برداشتن سطح آماده باشی جنگی قواهای مسلح و اقتدار مدافعی مملکت عملی کرده ایستاده است. باز هم بهتر تامین نمودن جزو تامهای حربی و مقامات حفظ حقوق با تکنیک و تکنولوژی‌های حاضر زمان، تشکیل انفراستراکچور معاصر و دستگیری اجتماعی خدمتچیان حربی از جانب حکومت مملکت من بعد نیز ادامه داده می شود. زیرا وضعیت منطقه و جهان طلب می کند که ما به حل این مسئله ها اعتبار اولین درجه و دائمی ظاهر نماییم. تا رفع و سد پیدا کردن فعالیت حرکت و سازمان‌های تروریستی و اکستریمیستی و رادیکالی، قاچاق مواد مخدر، جنایت‌های کیبری و دیگر جنایتکاری‌های متشکل فرامیلی و علاوه بر این مسلح شوی با شتاب و شدت گرفتن جنگ سرد، امروزها ساکنان سیاره از جمله مردم ما را به تشویش و نگرانی جدی آورده است. فراموش نکنید که وطن ننگ و ناموس و شرف و عزت انسانی و جوانمردی هر یک شما می باشد. کارشناسان پیشگویی می کنند که احتمال شدت بیشتر پیدا کردن چنین وضعیت در منطقه و کشورهای علاید دنیا در آینده وجود دارد. رهبران قوه های مسلح، دیگر ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق کشور را ضرور است که در شرایطی به وجود آمده جهت تامین نمودن حفظ با اعتماد سرحد دولتی، امنیت جامعه و دولت، زندگی آرام و آسوده مردم و در سطح بلند نگاه داشتن آماده باشی جنگی جزو تامها همه تدبیرهای ضروری را عملی نمایند. شما خدمتچیان حربی قوه‌های مسلح
باید همیشه در یاد داشته باشید که خدمت به وطن، خدمت به پدر و مادر، اهل عائله، زادگاه و سرزمین اجدادی می باشد. از این لحاظ هر یک شما باید وطن را برابر جان خود مثل مادر و فرزندان خود دوست دارید. آن را جوان مردانه حمایه و حفظ کنید. تاجیکستان همچون کشوری که از مخالفت و ناآرامی و جنگ تحمیلی شهروندی خسارات بزرگ جانی و مادی دیده است. همیشه جانبدار صلح و آرامی در تمام جهان، زندگی بدون جنگ و تنها با رای مسالمت آمیز حل و فصل نمودن همه گونه نظام می باشد و این موقع خود را بارها اعلان کرده است. هیئت شخصی قوه‌های مسلح و کارمندان مقامات حفظ حقوق باید همیشه در خاطر داشته باشند که پیشرفت دولت و آبادی وطن تنها در صورت تامین بودن صلح و آرامی، ثبات سیاسی و امنیت جامعه و دولت امکان داشته میتواند. باور دارم که افسران و سربازان قوه‌های مسلح تاجیکستان صاحب استقلال با سوگند حربی به دولت، ملت و وطن خود منبعد نیست صادق مانده، وظیفه‌های و دوست داشته و رسالت مقدس خویش یعنی حمایه استقلال و آزادی وطن، حفظ مرز و بوم دولت صاحب اختیار تاجیکان و زندگی آرام و آسوده خلق عزیز کشور را با حس بلند ملی و احساس گرم وطن دوستی اجرا می‌نمایم. بار دیگر تمام مردم سربلند تاجیک، خدمتچیان حربی قوای مسلح، دیگر ساختارهای نظامی و کارمندان مقامات حفظ حقوق کشور را به افتخار جشن بزرگ ملی 32 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان محبوبمان و 30 سالگی تأسیس یابی قوه‌های مسلح مملکت صمیمانه تبریک گفته به هر یک خاندان مردم تاجیکستان آسایش و اقبال نیک، به افسران و سربازان دلیر وطن سلامتی و اراده متین جوانمردانه آرزو می‌نمایم. پاینده و جاودان باد استقلال و آزادی تاجیکستان. شرف به قوه‌های مسلح و مقامات حفظ حقوق تاجیکستان صاحب استقلال. و فرمانده عالی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان شرف.
پرات نیزو با مرش تنتنوی موافق راتو در یک مسافه معین رات اول روبرو دیگران بر راست کرد توجه بر راست با قدم مارش نوای ارکستری حربی نفتی و رهبلدی پرچمبردارانی راتای قراول فخری نخست نظامیان جوان و نورست تربیت گیرندگان لیتسه حربی به مرکز میدان نزدیک می شوند. به لیتسه حربی خواهشمندان در سن 15 سالگی شامل شده. آنها بعد ختم این مؤسسه میانه تعلیمی حربی با آموزشگاه‌های عالی حربی کشورهای به ما هم پیمان و دانشکده حربی وزارت مدافعه برای ادامه تحصیل فرستاده می شوند. شنوندگان لیتسه حربی همچون افسران آینده بهر رشد و کمال قوه‌های مسلح دولت صاحب استقلالمان زمینه استوار می‌گذارد. با قدم‌های صفی در میدان سربازان بتالیون قراول فخری گواردیای ملی هیئت فرماندهی جزء اتام‌های تعیناتی مخصوص و افسران و عسکران قسم و واحدهای نظامی آن گذشت حربی دایر می‌کنند. گواردیای ملی واحد مخصوصی دارای اقتدار کامل و آماده باشی بلند بوده در تشکل نظام مدافعه کشور نقش مهم دارد. در دوران صاحب استقلالی مملکت با دستگیری بی‌واسطه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان گوارد ملی به طلبات زمان موافق گردانیده شده. آن به یک ساختار حربی تعینات مخصوصی حاضر زمان تبدیل یافته است که امروز با نیروی قوی و تیاری خوب جنگی در حفظ همه دستاوردهای بی‌نظیر استقلال ملی سهمی ارزنده دارند. تاجیکستان میهن من، خانه آبادی من، بخت من، دنیای من، ای دولتی آزادی من. تاجیکستان شکر گویم استقلال تو، زنده ماند بخت من در پرتو اقبال تو. اینک افسران و سربازان کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافعه گرجدنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان به مرکز میدان نزدیک می شوند. این ساختار قدرتی کمیته امداد و نجات بوده. هیئت شخصی آن در دوران استقلال دولتی همچون نجات دهندگان حقیقی در سمت پیشگیری و آگاهی کنی اهالی از آفت‌های طبیعی و تکنوژی در جاده رسانیدن کمک عملی به مردم آسیب دیده سهم نظر رس دارند. حالا کارمندان خدمات اجرایی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان به مرکز میدان نزدیک می شوند. اجراتچیان این خدمات در تطبیق سیاست دولتی
در ساحه تشکیل و تنظیم استحصالات اجرا، حمایه و برقرار نمودن حقوق پایمال گردیده مقامات دولتی و شهروندان و شخصان واقعی فعالیت نظررس دارد. کنون در میدان یک گروه سابقه‌داران قوه‌های مسلح قدم میزنند. هنوز از روزهای اول استقلال دولتی سابقه‌داران ارتش ملی در پایدار و بی‌گزند نگاه داشتن فضای صلح و آرامی و حمایه مرز و بوم اجدادی خدمت‌های ارزنده نموده‌اند. حالا در میدان کارمندان کمیته انداز نزد حکومت جمهوری تاجیکستان قدم میزنند. این کمیته در پرتو سیاست خیرتمندانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در دوران صاحب استقلالی مملکت به یک از ساختارهای نیرومندی تبدیل یافته است. آن در سمت مأمور کنانی انداز در سطح زمانوی به راه ماندن خدمت رسانی الکترونی و شهروندان و انداز سپارندگان و در تامین قسم درآمد بودجه دولتی سهمی ارزنده دارند. در میدان کورسانتان اکادمیای وزارت کارهای داخلی قدم میزنند. این اکادمیا ماه دکبر سال 2000 در زمینه مکتب عالی وزارت کارهای داخلی تشکیل یافته. آن از روی 7 اختصاص متخصصان ورزیده را در ساحه مقامات حفظ حقوق آماده می نماید. این اکادمیا در تعلیم و تربیه کورسانتان، تحصیل و تکمیل اختصاص شنوندگان و در سمت تیار نمودن کادرهای ملی این ساحه فعالیت پرثمر دارند. این است که امروز پاییز زیادی هیئت راهبری کننده مقامات کارهای داخلی مملکت را محض ختم کنندگان این اکادمیا تشکیل می‌دهند. در میدان خدمتیان حربی قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی قدم میزنند. هیئت قشون‌های داخلی در پایداری ثبات و آرامی کشور، حفظ ترتیبات جمعیتی، تأمین امنیت شهروندان و در مبارزه بر ضد همه گونه پدیده‌های نامطلوب جامعه سهم پرارزش و وطن‌دوستانه دارند. افسران و سربازان قشون‌های داخلی هنوز از روزهای نخستین کسب نمودن استقلال ملی در محاربه‌های نهایت مرکب و خطرناک و عملیات‌های مخصوصاً مهم شرکت نموده بهر دستگیر و بی‌ضررگردانی گروه‌های متشکل جنایی از خود مهارت بلند کسبی و جسارت و مردانگی نشان دادند. حرمت شیر سفیدی مادر و خاک وطن، حرمت مهری بدیل پرورده پاک وطن. ما همه دائم یکیم و عهد سوگند میکنیم، جان خلق خود به جان خیش پیوند میکنیم. با قدم‌های صفی حالا هیئت شخصی ریاست کافت‌های جنایی، ریاست وزارت کارهای داخلی در نقلیات، ریاست شعبه‌های وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه، خدمات دولتی محافظه، سرریاست خدمات دولتی آتش‌نشانی، کورسانتان کالج میلیتسای شهر کولاب، کالج آتش‌نشانی تکنیکی ناحیه دنقره و یک گروه جوانان فعال اوانگارد در میدان قدم میزنند. کارمندان مقامات کارهای داخلی دائما در صف پیش مبارزه با جنایتکاری قرار داشته، با ویران کنندگان قانونیت و ترتیبات جمعیتی آشتی ناپذیرند. در پرتو توجه و دستگیری های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، کنون میلیتسای تاجیک همچون حمایتگری با اعتماد خلق و دولت، تأمین کننده امنیت ساکنان مملکت، حامی نظم و ترتیبات جمعیتی و تحکیم بخشی ثبات و آرامی در جامعه تاجیکستان عزیز امروز نقشی کلیدی می‌بازند. وطن تو افتخار ما، صفای روزگار ما، تو تخت ما، تو بخت ما، تو شأن و اعتبار ما، تو مرز پاک بیگزن،
سر خلق سربلند. زیتوست هر براری ما، زیتوست اقتدار ما. حالا خدمتیان حربی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان به مرکز میدان نزدیک می شوند. هیئت شخصی این کمیته در همه حالت آمادگی خوبی حربی داشته. خدمتیان حربی آن برای عملیات های مهم و مخصوصاً مهم سفربر کرده می شوند و همه وظیفه و عهدهداری های پرمسئول خدمتی را سری وقت و در سطح بلند اجرا می نمایند. در دوران صاحب استقلالی مملکت، کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری در سمت تأمین امنیت ساحه‌های گوناگون جامعه کنونی، بخطری دولت و شهروندان از تهدید و خطرهای داخلی و بیرونی، حمایت همه دستاوردهای استقلال ملی و مجموعاً در حفظ تمامیت ارضی تاجیکستان عزیز سهمی ارزنده دارند. در کار وطن پیمان تاب از تو توان از من، از بحر وطن قربان سر از تو و جان از من. در حفظ وطن هر دم بیداری و هوشیاری، هر شام و سحر از تو، هر روز و شبان از من. کنون افسران و سربازان بریگاد پاسبانی کننده سرایست اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان به مرکز میدان نزدیک می شوند. جزو تامهای این بریگاد وظیفه های بسیار مهم و مسئولیتناک را در سمت حمایه و پاسبانی نمودن تمام مؤسسه های اصلاحی مملکت بر عهده دارند. خدمتیان حربی سرریاست اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه و هیئت شخصی این بریگاد در برابر دیگر ساختارهای نظامی کشور در راه بلند برداشتن اقتدار مدافعی دولت عزیزمان عزم قوی و نیروی شکست ناپذیر دارند. حالا افسران اگنتی نظارت مواد نشاوری نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در میدان قدم میزنند. سهم این اگنتی در پیشبرد سیاست دولتی بابت پیشگیری و پهنشوی مواد مخدر، تشکیل مبارزه مقصدناک با معاملات غیرقانونی واسطه های نشئه‌دار، تبابت و عافیت بخشی نشئه‌مندان و هماهنگ سازی فعالیت سازمان های بین المللی در سمت پرزور نمودن مبارزه بر ضد قاچاق مواد مخدر بسیار نظررس می باشد. حالا در میدان افسران و سربازان شجاع قشون‌های زود عمل قوه‌های مسلح قدم می‌زنند. قشون‌های زود عمل در دایره نوسازی قوه‌های مسلح به زیاد نمودن شماره عمومی ارتش ملی تأسیس یافته. به هیئت آن بریگاد حمله‌آور دیسنتی ضربوی، بتالیون صلحجویانه، تیراندازان کوهی، حزب‌های نظامی تعیینات مخصوص و یک قطار جزء و تامهای دیگر شامل می باشند. خدمتیان حربی قشون‌های زود عمل از روی برنامه تقویت داده شده آمادگی جنگی تعلیم و تربیت داده می شوند و در صورت تهدید همه گونه خطر به دولت در صف پیش مبارزه قرار می گیرند. اینک افسران و سربازان قوه‌های حربی هوایی و مدافع ضد هوایی به مرکز میدان نزدیک می شوند. قوه‌های حربی هوایی و مدافع ضد هوایی مملکت با نظر داشت هدف و وظیفه‌های یگانه متحد گردانیده شده. آن در حال حاضر با معاصرترین تکنیک و لوازمات حربی مجهز گردانیده شده است. این دو نوع قشون به مثل ارتش جوان تاجیکستان تاریخی 30 ساله داشته. هیئت شخصی آن با آمادگی بلند جنگی از زمین فضای جمهوری را نظارت و از فضا سرحدات زمینی کشور را محافظت می کنند.
باز هم شکرانه یزدان و مردان اصیل بهر صلح پای بر جا قهرمانی کرده اند. گردن ناامیدی 100 ساله را بشکسته اند، بهر خاک پاک کشور جانفشانی کردند. اینک افسران و سربازان قشون‌های خشکیگرد قوه‌های مسلح به مرکز میدان نزدیک می شوند. قشون‌های خشکیگرد از سرشمارترین نوع قوه‌های مسلح به حساب رفته 70% شماره عمومی ارتش ملی تاجیکستان را تشکیل می دهد. عین حال به هیئت قشون‌های خشکیگرد جز اتام‌های پیاده نظام، سواره تیرانداز و نیروهای قدرتمند و معاصر تانکی و ارتلری شامل می باشند. حالا افسران و سربازان قسم و واحدهای نظامی ستاد گنرالی قوه‌های مسلح به مرکز میدان نزدیک می شوند. هیئت دسته ها را در این پرده حربی جزء اتام‌های پالک تأمیناتی و اداره کنی، پالک مهندسی سپیاری، بتالیون تعینات مخصوص و بتالیون علاهده حفظ رادیاسیونی، خیمیایی و بیولوژی تشکیل می دهد. وابسته به هدف و ماهیت تعییناتشان، هر یکی از این قسم‌های نظامی وظیفه‌های بسیار مهم و پرمسئول را اجرا می‌نمایند و برای تحکیم و تقویت پایه‌های استوار استقلال ملی از خود سهمی با سزای می‌گذارند. اینک زنان و بانوان قوه‌های مسلح، ساختارهای قدرتی و مقامات حفظ حقوق مملکت پیهم به مرکز میدان نزدیک می شوند. در همه دوره‌های دولتداری تاجیکان، زنان و بانوان در برابر حمایت از شرف و ناموس خود با منفعت‌های دولت و جامعه، اینچنین برای بلند برداشتن قدرت دفاعی کشور و در تعلیم و تربیه سربازان جوان عزم قوی و رسالتی بی‌نظیر دارند. برای نشان دادن متانت و جسارت و خدمت‌های صادقانه و صافدلانه به نفع وطن، زنان و بانوان و مادران عزیزمان دائما مورد توجه و دستگیری‌های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان قرار گرفتند. آنها با حس افتخار و سرفرازی برای پیشرفت تاجیکستان محبوب، آبادی کشور و جامعه، زندگانی شایسته، خوشبختی عائله، تولید نسل سالم و سازنده، افراد نیکخواه و با تربیت و روزگار آسوده اهل بشر از خود سهمی ارزنده می‌گذارند. به جای کرته زیبای اطلس، نظامی پوش گشتیم ما از این پس. شما در پروریدیم شیر مردان برای حفظ استقلال و میهن. شما در زاد گردانی دلاور بداده شیر پاک و مهر کشور، بطن کرده لباس خاص مردی، بگشتن حامی و همفرد جنگی. حالا در میدان سربازان هیئت ذخیره‌های دعوت سفربری قدم می‌زنند. خدمت حربی در هیئت ذخیره‌های دعوت سفربری این یک نوآوری و شکل نوی خدمت حربی است. طبق قانون درباره عهده‌داری حربی و خدمت حربی، شهروندانی که حقوق آزاد شدن و یا به تأخیر گذاشتن مهلت دعوت به خدمت حربی را ندارند، می توانند با راه گذشتن جمع‌آمد یک ماهه
عهدهداری حربی خود را اجرا نمایند و به هیئت قوه‌های احتیاطی شامل شوند. اینک افسران دستگاه مرکزی وزارت مدافعت و ستاد گنرالی قوه‌های مسلح به مرکز میدان نزدیک می شوند. در پرتو توجه هدایت‌های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در سمت تربیت کادرهای ملی و متخصصان ورزیده نظامی، عین حال هیئت‌های راهبری و فرماندهی و فایز زیاد خدمتچیان حربی قوه‌های مسلح را کادرهای بالیاقت و وطن دوست تشکیل می‌دهند که اکثر آنها در دوران استقلال ملی دانشگاه و دانشکده‌های نظامی و اکادمی و آموزشگاه‌های عالی حربی داخل و خارج را ختم نموده، همچون افسران کسبی در رشد و کمال ارتش ملی سهم ارزنده گذارند. اینک افسران و دانشجویان دانشکده حربی وزارت مدافعه به مرکز میدان نزدیک می شوند. دانشکده حربی یگانه مؤسسه عالی تعلیمی نظامی در جمهوری بوده، بار گران آماده سازی کادرهای ملی را برای تمام ساختارهای قدرتی مملکت بر عهده دارد. عین حال در دانشکده حربی از روی 18 اختصاص نظامی افسران کسبی آماده کرده می شود. اینک کارمندان مقامات پروکراتور جمهوری تاجیکستان به مرکز میدان چاره‌بینی نزدیک می شوند. مقامات پروکراتور یکی از ساختارهای مهم نظام دولتداری به شمار رفته. سهم آنها در حمایت منفعت‌های دولت و جامعه، تأمین بالایت قانون، حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند، تحکیم قانونیت و ترتیبات حقوقی بسیار نظررس میباشد. حالا در میدان کارمندان اگنتی نظارت دولتی، مالیوی و مبارزه با کروپسیا قدم میزنند. این اگنتی همچون مقامات مخصوصی مبارزه برنده با کروپسیا تأسیس یافته. هیئت شخصی آن بهر تطبیق عملی سیاست داخلی و خارجی مملکت در سمت پیشگیری و از بین بردن کروپسیا در جمهوری نقش مهم می‌بازند. در مرکز میدان کارمندان دستگاه مرکزی خدمات گمرکی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان قدم می‌زنند. مقامات گمرک در سمت مکمل سازی نظارت گمرکی، رشد تجارت بین المللی و داخلی و در تأمین حفظ منفعت‌های اقتصادی مملکت فعالیت پرثمر داشته. آنها در مبارزه علیه قاچاق همه گونه مال و محصولات غیرقانونی به تاجیکستان نقش کلیدی می‌بازند. در مرکز میدان خدمتچیان حربی دستگاه مرکزی خشون‌های سرحدی، افسران و سربازان قسم و واحدهای نظامی، گروه‌های مخصوصی سرحدی و استادان و دانشجویان دانشکده عالی سرحدی قدم می‌زنند. با مسائل تحکیم و تقویت بخشیدن قدرت و توانایی، بنیاد زمینه‌های مادی تکنیکی، تأمین شرایط‌های معاصر خدمتی و به تشکیل کار و فعالیت روزمره قشون‌های سرحدی از جانب سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح گنرال ارتش محترم امام علی رحمان توجه خاصه و غمخواری زیاد ظاهر کرده می شود. این است که امروز هیئت شخصی و هر یک افسر و سرباز قشون‌های سرحدی با ننگ و ناموس وطنداری، خود آگاهی و خویشتن شناسی، صداقت و وفاداری، با عزم و اراده قوی به سوگند حربی و با مسئولیت و مهارت بلند کسبی مرزهای دولتی، منفعت‌های ملی، ثبات و آرامی ساکنان مملکت و هر وجب خاک پاک مقدسی این سرزمین اجدادی را از هر گونه خوف و خطر محافظت می‌نمایند. سرباز وطن هوشیار بر مرز وطن است، ناترس و دلیر و جان فدای وطن است. در جنگ با دشمن وطن مظفر است، تن کرده سپر به جان هر هموطن است. سربازم و افتخار کنم از وطنم، هر روز و شبان در دفاع وطنم.
در کشور آزاده خود مانده قدم، گویم بپیش 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 قدم مان وطنم. اینک افسران و سربازان راتای قراول فخری پالک تأمیناتی و اداره کنی ستاد گنرالی قوه های مسلح در میدان برگزاری چاره‌بینی قدم میزنند. راتای قراول فخری با علامت و نشانه های فرق کننده و سر و لباس های نظامی در تن داشته، سه نوع اساسی قوه های مسلح را تجسم می نمایند که آنها به قشون‌های خشکیگرد، قوه‌های حربی هوایی و مدافعه ضد هوایی و قشون‌های زودعملی ارتش ملی تاجیکستان منصوب میباشند. وطن هر یک کپی خاکی تو را بر چشم میمالم، به چشمی خیش میبینم از آن فرخنده اقبالم. تو را هر مشت خاکت را دفاع از هر خطر سازیم، امیدی نیک خلقان جهان را پرثمر سازیم. ارکستر حربی نفسی متحده عبارت از 200 نفرند. امروز در این پرد ضمن گذشت نظامی جز اتامها از جانب هیئت شخصی ارکستر حربی مجموع سازهای نفسی بسته‌کاران شناخته تاجیکی در دوران استقلال ملی به آهنگ درآورده شدند صدا دادند. به مناسبت جشن 32مین سالگرد استقلال دولتی و 30 سالگی تأسیس یابی قوه‌های مسلح جمهوری، امروز در شهر دوشنبه مرکزهای مأموری تمام ولایت‌ها و یک قطار شهر و ناحیه‌های مملکت نیز با جلب قسم واحدهای نظامی جز اتامهای ساختارهای قدرتی و مقامات حفظ حقوق کشور پرتهای حربی دایر شدند. تاجیکستان آهری من، ناموسی من، ننگم تویی، سرنوشتی پاک در پیشانه سنگم تویی. تاجیکستان خاندانی بخت من، ای تخت من، 7 گردون 7 اختر 7 اورنگم تویی.
آغاز اصلاحات ساحه تندرستی، تنظیم فعالیت و تحکیم پایگاه مادی و تکنیکی آن در مرکز توجه راهبریت عالی دولت و حکومت قرار داشتن ساحه طب را بازگو می‌کند. تطبیق این همه چاره و تدبیرها بود که مشکلات قبلا در این سمت جای داشت تنها در خاطرات مانده است و امروز ساحه تندرستی در تاجیکستان به سابقه رشد کرده است. از آغاز به دست آوردن استقلالیت در همه شهر و ناحیه‌های مملکت نزدیک به 3000 مؤسسه و انشاءات تندرستی بنیاد کرده شده است. حالانکه تا سال 1991 در حدود جمهوری همگی 2862 انشاءات طبی فعالیت می‌نمود. همین تدبیر یعنی بنیاد و از نوسازی مؤسسه‌های تندرستی در کشور که هنوز هم ادامه دارد، صفت خدمت‌رسانی‌های طبی به اهالی مملکت را بهتر و خوبتر نمود. муосиртарин дастгоҳу лавозимоти соҳавӣ дар муассисаҳои тиббӣ паҳлӯи дигари масъала буд ки вобаста ба ҳалли он низ тарҳу нақшаҳои зиёд татбиқ шудаанд. фаъолият дар шароити мусоиди корӣ ва истифода аз чунин дастгоҳу лавозимоти соҳавӣ, савияи дониши баланд, таҷрибаи кофӣ ва дар маҷмӯъ касбияти баланди табибро тақозо менамояд. муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва миёнаи касбии соҳаи тандурустӣ дар самти омода намудани мутахассисони соҳаи тиб фаъолияти назаррас доранд. илова бар ин то имрӯз 3500 нафар ворисони синнои бузург дар кишварҳои дар самти тиб рушдёфта табодули таҷриба кардаву 1920 шакли ҷарроҳии мураккабро дар кишвар роҳандозӣ кардаанд.